میخوام توی چند تا پست در مورد لافسون براتون صحبت بکنم که تو چه اقلیمی خوب جواب میده، چه رنگایی داره. برای خیلی سوال میشه که لافسون طلایی با این لافسون ها چه فرقی میکنه. در مورد اینا براتون صحبت بکنم، تو چه جایی بکاریم براتون صحبت بکنم و اینکه چه سایزایی داریم و چه ویتامینایی میتونیم بهش بدیم که بهترین شکلش رو ازش بگیریم. البته ما الان فقط در مورد سایز لافسونامون براتون میگم تا تو پست‌های بعدی در مورد بقیه مسائلش هم براتون توضیح بدم. الان لافسونای ما از تقریبا، حالا اینکه 3.5 متریشه، ولی از سایز کوچیکش اینجا یا سایز کوچیکش از این سایز داریم تا تقریبا 3.5 متر که حالا شکل‌های مختلف داره که اینا اصلا ربطی به چیز نداره که ذاتش این شکلی باشه. اینا آرایش میشه به طریق مختلف، به شکل‌های مختلف آرایش میشه. خب چون خیلی‌ها میگن آقا ما این لافسونا که پیچن چجوریه؟ حالا تو پست‌های بعدی در موردشون قشنگ کامل براتون صحبت